خدای بخشاینده مهربان. السلام علیکم برادران و خواران عزیز. ما امروز برای شما سوره واقع یعنی قیامت را ترجمه میکنیم. با دقت گوش کنید و در کانال سابسکرایب کنید، لایک را فراموش نکنید. سوره واقع قیامت. به نام خدای بخشاینده مهربان. چون قیامت واقع شود که در واقع شدنش هیچ دروغ نیست. گروهی را خرد کننده است و گروهی را برافرازنده. آنگاه که زمین به سختی بلرزد و کوهها به تمام متلاشی شوند و چون غبار پراکنده گردد، شما سه گروه باشید. یکی از سعادت اهل سعادت چه حال دارد، دیگر اهل شقاوت بدبخت. اهل شقاوت چه حال دارد، سه دیگر آنها که سبقت جسته بودند اینک پیش افتادند. اینان مقرر بانند در بهشت‌های پر نعمت. گروه از پیشیانی آمدند از آنها که از پای آمدند بر تخت‌های مرصع روبرو هم بر آنها تکیه زدند. برادران در کانال سابسکرایب کنید، برادران خوانان لایک را زیر کنید، سانکولاش بدید تا از ویدیوهای نو